میگم که همه چی برای ما رواست ولی همه چیز برای ما جایز نیست. هم برای ما هیچ چیزی نداره، هیچ برای ما چیزی نداره، ولی مرگیه که برای من و دوستانم میاد. اون حجاب ما باعث، من پسرم گفتم چرا داخل نمیشه، چرا نمیای کلیسا؟ گفتش ماما اینا بد حجابن. گفتم خب حساب کن خواهرات هست. میدونی چه جوابه به من داد پسر 19 سالم که تازه یک هفته بود ایمان داد؟ گفت مامان من میدونم این خواهر من، ولی اون برادر، اون شریری که به خواهر من جسارت میکنه، آیا اونم میدونه که این خواهر منه؟ من برای خواهرم به غیرت در میام؟ نمیتونم ببینم؟ خواهرای عزیز، ایمان داره عزیز، درسته ما آزادیم، اما این آزادی که برای شرارت نباید، برای لغزش که نباید استفاده کنیم.